سلام، خوش اومدی به این لحظه، جایی که عجله‌ای وجود نداره و لازم نیست قوی باشی، لازم نیست چیزی رو ثابت کنی. الان فقط قراره نفس بکشی و اجازه بدی چند دقیقه تمام توجهت برگرده به خودت. امروز برای بخشی از وجودت وقت میذاریم که مدت‌ها منتظر شنیده شدن بوده. بخش لطیف، آسیب پذیر و صادق درونت. اگه آماده‌ای بیا با هم شروع کنیم. بخش امنیت و آرامش. با من تکرار کن: من در امنیت هستم. در این لحظه هیچ خطری من رو تهدید نمی‌کنه. بدنم آرومه. نفسم عمیق و منظمه. من اجازه میدم تنشم رها بشه. اجازه میدم آرامش جای اون رو بگیره. من محافظت میشم، چه از درون چه از بیرون. جهان میتونه جای امنی برای من باشه و من میتونم به این امنیت اعتماد کنم. حالا میریم بخش ارزشمندی و دوست داشتن خودت. من شایسته عشق هستم، نه به خاطر کاری که انجام دادم، بلکه فقط به خاطر اینکه هستم. ارزش من وابسته به تایید دیگران نیست. من به خودم اعتبار میدم. من لایق مراقبت، توجه و احترام هستم. حتی در روزایی که خسته هستم. من با خودم مهربان‌تر صحبت میکنم. دیگه خودم رو سرزنش نمیکنم. من انتخاب میکنم با خودم همونطور رفتار کنم که با کسی که دوستش دارم رفتار میکنم. من به درون خودم گوش میدم، به احساساتی که سالها دیده نشده. وارد بخش ارتباط با کودک درون میشیم. کودک درون من دیگه تنها نیست. من کنارش هستم. اون رو میبینم. اون رو درک میکنم. بهش میگم الان امنی. الان کسی هست که ازت مراقبت کنه. من به کودک درونم اجازه میدم احساساتش رو آزادانه ابراز کنه. مثل گریه، خشم، شادی، همه احساسات مجاز هستن. وارد بخش ترمیم زخم‌های قدیمی میشیم. من در حال التیام هستم. حتی اگه روندش آروم باشه. زخم‌های قدیمی من با صبر و عشق در حال بهبود هستن. من خودم رو بابت گذشته نمیبخشم. من خودم رو درک میکنم. من اون زمان با همون آگاهی و توان بهترین کاری که میتونستم با انجام دادم و این برای بخشیدن خودم کافیه.
وارد بخش پذیرش خود واقعی میشیم. من اجازه دارم خودم باشم، بدون نقش بازی کردن. من مجبور نیستم همیشه قوی باشم. آسیب پذیری هم بخشی از انسان بودنه. من خودم رو همونطور که هستم میپذیرم. نه کامل، نه بی‌نقص، بلکه واقعی. من انتخاب میکنم با خودم صادق باشم و این شجاعانه است. وارد بخش رشد و آینده میشیم. بگو من هر روز در حال رشد هستم، حتی اگه تغییرات کوچیک باشن. من اجازه میدم آینده با آرامش شکل بگیره. لازم نیست همه چیز رو بدونم. لازم نیست همه چیز رو کنترل کنم. من میتونم به مسیرم اعتماد کنم. قدم به قدم کافیه. وارد بخش آرامش درونی میشی. درون من مکانی امن وجود داره، جایی که همیشه میتونم به اون برگردم. وقتی ذهنم شلوغه به نفسم برمیگردم. وقتی خسته هستم به خودم استراحت میدم. من یاد میگیرم با خودم همکاری کنم، نه جنگ. حالا چند تا نفس عمیق بکش بدون عجله. دم، بازدم، دوباره دم، بازدم، دوباره بازدم. برای بار آخر دم عمیق. 11 چند ثانیه. بازدم آروم. بدون که همین توجه کوچیکی که امروز به خودت دادی یه قدم بزرگ بود. تو لازم نیست تغییر کنی تا دوست داشتنی باشی. تو همین حالا هم کافی هستی. هر وقت نیاز داشتی به این صدا برگرد، به این فضا، به خودت. آروم باش. همه چیز کم کم در حال بهتر شدنه. ممنونم که با من همراه بودی.